تا حالا به این فکر کردین که آیا ممکنه یه روزی یه ویروس تولید بشه و آدما رو تبدیل کنه به موجوداتی شبیه زامبی؟ آخه هرچی فیلم و سریال تو این سالها دیدیم، آخرش با خودمون گفتیم نه بابا، اینا فقط فیلمه. ولی خب، بیاین امشب یکم جدی‌تر بهش نگاه کنیم. ببینیم علم چی میگه و آیا همچین چیزی واقعاً ممکنه یا نه. اول باید بریم سراغ یه اتفاق واقعی که همین الانم توی طبیعت داره میفته. یه قارچ هست به اسم کوردیسپاس. اگه بخوایم خودمونی حرف بزنیم، بهش میگیم قارچ زامبی ساز. کار این قارچ چیه؟ میره توی بدن یه مورچه ولی نمیکشتش. نه، یواش یواش مغز و اعصاب مورچه رو قبضه میکنه. یعنی عملاً فرمان بدن مورچه رو میگیره دستش. مورچه دیگه اختیار راه رفتنش رو نداره. برده این قارچ شده. بعد چه اتفاقی میفته؟ قارچ مورچه رو مجبور میکنه خونه و خونوادش رو ول کنه، بره یه جای گرم و مرطوب که واسه یه رشد قارچ عالیه. مورچه مثل یه ربات میره، یه برگ رو گاز میگیره و همونجا خشکش میزنه و میمیره. بعدش قارچ پیروزمندانه از کله مورچه میزنه بیرون و یه عالمه هاگ یا همون بچه قارچ رو میپاشه روی سر بقیه مورچه های بیخبر. این یه کابوس واقعیه که الان توی جنگل‌های آمازون در حال وقوعه. حالا سوال اینه که آیا این قارچ میتونه بیاد سراغ ما آدما؟ خب، این موجود هزاران سال وقت گذاشته تا فقط و فقط بلد بشه مغز یه مورچه رو هک کنه. بدن ما آدما با این سیستم ایمنی پیچیده و دمای گرم بدنمون براش مثل یه دژ نفوذناپذیره. اما